سرخط خبرهای مهم: سردار شبکه‌های تقسیمات برق سرافشان بازداشت شده است. اخراج گسترده مهاجران از روسیه و در عربستان سعودی فروش مشروبات را اجازه می‌دهند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. امیدوارم خوبید و نویدی و امنودی رو تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 27 می. سردار شبکه‌های تقسیمات برق سرافشان بازداشت شده است. مقامات او را همراه سابق راهبر فیلیال شرکت در این شهر برای دزدی 740,000 سومانی پول ترانسفورماتور گمانبر می‌دانند. در این باره وزارت کارهای داخلی خبر داده نوشته است که گمانبر شده ها ماه می سال 2022 از 1,490,000 سومانی پولی که برای خریداری ترانسفورماتور جدا شده بود نصفش را دزدیدند. گمانبر شوندگان مبلغ را به منفعت شخصیشان صرف نموده به بودجه دولت ضرری مخصوصاً کلان رساندند، گفته است وزارت. به اطلاع منبع، سردار شبکه‌های تقسیمات برق شهر سرافشان مرد 39 ساله ساکن ناحیه به نام باباجان غفورов بوده از 16 ینوار سال 2025 تا این جانب در این وظیفه کار میکرد. شریک او سابق سردار فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق شهر سرافشان مرد 51 ساله از شهر خوجند بوده است که ماه مارس سال 2023 از وظیفه‌اش برکنار شده است. مقامات نام و نسب آنها را ذکر نکردند. در حالی که نظر گمانبر شده ها به این قضیه دسترس نیست، مقامات گفتند نسبت سرداری شرکت و فیلیال آن در شهر سرافشان برای از آن خودکنی یا اسرافکاری، سوء استفاده وکالت از جانب کارمندان تشکیلات تجارتی و دیگر تشکیلات و ساخته‌کاری حجت‌ها پرونده جنایتی باز کردند. در یک سال اخیر این حادثه دومی از جانب کارمندان شبکه‌های تقسیمات برق سرافشان صادر گردیدن جنایتی از خود کردن و یا اسرافکاری مبلغ‌های دولتی میباشد. کارمندان اژانسی ضد فساد پیشتر دزدی اموال را به مبلغ زیاد از 1.2 میلیون سومانی از کارخانه شبکه‌های برق شهر سرافشان آشکار کرده بودند. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای امن موقع خود را باز یک زینه بهتر کرده است. در گزارش سالانه گلوبال پیس که پژوهشگاه اقتصاد و صلح نشر کرد، تاجیکستان در بین 163 کشور جهان از نگاه امن و آسایش در جای 72 قرار گرفته است. در این رده‌بندی تاجیکستان را از نگاه سطح جنایتکاری، وجود نزاع‌های داخلی و خارجی، ثبات سیاسی، خراجات مدافع و دیگر نشاندادها بها دادند. در عموم در 10 سال اخیر تاجیکستان در این رده‌بندی موقع خود را 37 زینه بهتر کرده است. در همین حال روسیه و اوکراین متناسباً در جایهای 156 و 159 در قطار کشورهای ناامن قرار گرفتند. در پایان این رویخط یمن قرار دارد که از درگیری‌های مسلحانه، بحران بشری و بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برد. با 5 گونه کشورهای آسایشته جهان ایسلندی، ایرلندی، افسریا، زلاندی نو و سینگاپور شامل گردیدند. این دولت‌ها با سطح بلند امنیت، سطح پست جنایتکاری، نبود نزاع‌های داخلی و بین‌المللی و مؤسسه‌های استوار اداره‌کنی فرق کردند. بنابر این گزارش سال 2024 در عموم سطح امنیت در تمام جهان بدتر شده است. مؤلفان تحقیقات بد شدن وضع را در 97 کشور جهان تاکید کرده سبب را به افزایش تشنج سیاسی، رشد فناوری‌های حربی، نزاع‌های مسلحانه، اینچنین بحران‌های داخلی، سیاسی و اقتصادی وابسته دانستند. عربستان سعودی در سال 2026 فروش و استعمال با محدودیت مشروبات الکلی را اجازه خواهد داد. در این باره نشریه هندی The Economic Times خبر داده گفته است که چنین تصمیم در دایره آمادگی‌ها به نمایشگاه جهانی اکسپو 2030 و قهرمانی جهان عاید به فوتبال سال 2034 گرفته شده است. به نوشته این رسانه فروش مشروبات تنها در منطقه‌های معین و نه در بیشتر از 600 جای اجازه داده می شود. این اساساً مهمانخانه و آسایشگاه‌ها برای جهانگردان خواهد بود. تنها مؤسسه‌های صاحب اجازت نامه و فروشنده‌های آموزش دیده حق فروش مشروبات را خواهند داشت. در این مؤسسه‌ها فروش آب جب و می اجازه داده خواهد شد. فروش مشروبات سنگین الکلی مثل همیشه ممنوع میباشد. تغییرات در سیاست مشروبات کشور بخشی از برنامه دولتی رشد اقتصاد تا سال 2030 گفته می شود. یک هدف این برنامه رشد ساحه توریسم است و این چیز باعث افزایش جاهای کاری و جلب سرمایه خارجی خواهد شد. در عربستان سعودی از سال 1952 قرار منع فروش و استعمال مشروبات الکلی عمل می کند.
دادگاه روسیه از اول سال تاکنون بیشتر از 20,000 مهاجر غیرقانونی از جمله هزاران شهروند تاجیکستان را از این کشور خارج کردند. در این باره خبرگزاری اینترفکس با تکیه به دفتر مطبوعاتی اداره دادگاه ها خبر داده است. گزارش همکارم طاهری سفر در همین باره است. با سخت‌تر شدن معیار و مقررات کار برای خارجیان به خصوص مهاجران در روسیه، اخراج و یا راندن آنها از قلمرو این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اینترفکس روز 26 می گفت در مدت 4 ماه گذشته با امر دادرس‌های روسیه اندکی بیشتر از 19,000 مهاجر را از کشور بیرون کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2600 نفر کمتر است. در 4 ماه اول سال 2024 از روسیه بیشتر از 21,000 نفر را اخراج کردند. با گفته دفتر مطبوعات اداره‌های دادگاه‌های روسیه، سبب کمتر شدن دپورتاسیون و یا اخراج فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین است که مهلت قانونی کردن حضور و کار مهاجران در روسیه را تا روز 10 سپتامبر دراز کرد. ولادیمیر پوتین ماه دکامبر سال گذشته با امضای یک فرمان از مهاجران و خارجیانی که غیر قانونی در قلمرو روسیه زندگی می‌کنند خواست حضورشان را قانونی کنند، در عکس حال از خاک روسیه رانده می‌شوند. بعد این عملیات و جستجوی مهاجران قانونی و غیر قانونی در سراسر روسیه زیاد شد و آلوده به بدرفتاری ماموران میلیسا با مهاجران هم بود. آخر ماه مارس با صدور فرمان دیگری به مهاجران 4 ماه دیگر مهلت دادند که سندهایشان را قانونی کنند و کار تا به جای رسید که مهاجران در نوبت پس درهای اداره‌های مهاجرت دست و پا شکستند و حتی جان دادند. و گفته مقامات روسیه سال 2024 از قلمرو این کشور در عموم 88,000 خارجی را بیرون کردند که غیر قانونی کار اقامت داشتند. به قول مقامات سال 2024 بیشتر از 30,000 شهروند تاجیکستان را از روسیه راندند و بسیاری از آنها حق ندارند تا 5 سال به قلمرو این کشور برگردند. شکایت از آن هم زیاد بود که بعضی از این افراد تمام سندها را داشتند و قانونی کار و اقامت می‌کردند، ولی ماموران میلیسای روس هیچ یک از آنها را به اینابت نمی‌گرفتند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است و بنا به گزارش‌ها بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در آن کشور کار و اقامت می‌کنند. گزارش‌ها درباره تحقیر و بدرفتاری با این مهاجران و زیر پا کردن حقوق آنها هر روز نشر می‌شود. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. صبح امروز برخی از اسعار خارجی تغییر یافته قربی آنها پایین رفته است. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 127 سومانی، 100 یورو با 1157 سومانی و 100 دلار را 1017 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید اخباری از این بیشتر و دوامی روز در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهبانتان.